بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ادامه درس ها قسمت مانده بود. در قسمت بخش دروازه زینه ها باید نمایش ترسیم شود و قسمت پشت بام که است. در اینجا باید یک تا پیک لازم داریم که در اینجا باید یک پیک داشته باشیم در بالای سر بام ازی. بخاطر که ما یک پیک در اینجا طرح کنیم اول خب باید در قسمت بالای بام سر پوشیده باشه. اگر باز به شما توسط رکتنگل میتونین یک سطح پوشیده اینا رو تشکیل بدین. اگر خواسته باشین در قسمت بیرونی یک برآمدگی یک پیک ایجاد کنیم، دستور آفست فعال میکنیم و این شکل حرکت میدیم به اندازه 80 سانت. در اینجا این قسم برای ما یک شکل ترسیم میشه. بعد از اون میتونیم قسمت داخلی که از یک است یک تا ضخامت هم باید داشته باشه و در ضمن قسمت پشت بام ازی باید یک ضخامت دیگه هم داشته باشه تا پشت بام ما تکمیل شه. به این صورت به اندازه فرضاً 15 سانت یا 10 سانت اگر باشه انتر و قسمت پایینش هم به این صورت به اندازه 15 سانت. خب به خاطر که در اینجا ما یک دیوار ترسیم کنیم لازمه که از این بخش یک تا ضخامت داشته باشیم تا دیوار در این ترسیم شود. میتونین از دستور آفست هم استفاده کنین. بعض وقت هم میتونین از دستور خود لاین که حرکت این به شکل فرضاً ما قسمت زیر که کار کنیم کاپی میگیریم به اندازه 10 سانت. اگر بگیریم به شکل جدا میشه. باز شما میتونین را ارتفاع بدین به این شکل. خب اگر از دستور آفست استفاده کنیم به شکل فرضاً به اندازه 10 سانت. باز کل قسمت های ازی را به یک بارگی میگیره به این شکل. هم سطح هایی که با هم وصله کل از اونا را دستور آفست اجرا میشه سرش. خب در این قسمت چون در بالای زینه که است در اینجا به خاطر که ما یک راهرو سر بام داشته باشیم در این قسمت یک تا اتاق شکل به این صورت هم طبق پلان لازم بود. ما را روز قبلی ترسیم کردیم و ایرم باید تا نظر و پلان تا آخره دیوار زیر ادامه بدیم به این شکل. دستور پوش پول تا به این سطح. دوباره این قسمت پایینی زیرم که از هم جدا کنیم به این شکل کنار ارتفاع بدیم باید دو سطح از همدیگر جدا باشن. این قسمتش هم به همون شکل پول. دوباره یک لاین در اینجا ترسیم کنیم که سطح خاص هم دیگر جدا شود. خب این قسمت های بیرونی از اینکه جدا شد اینا را که ارتفاع بدیم فرضاً به اندازه 80 سانت. به این شکل همون نمای پیگ ما روی بام کست ترسیم میشه. باز روی از شما میتونید از کتاره هم استفاده کنین یا از بخشی از این نمای کتاره که از این هم استفاده کنین. هر شکل شما خواسته باشین میتونین در این بخش بسازین. خب در قسمت پایین از این به خاطر که نمای از خود زینه ها رو ترسیم کنیم باید تقسیمات در اینجا صورت بگیره. اول باید خود نما نظر و پلان از این بخش شروع شود. قسمت پایینی کرد اینا خودش به صورت بسته میره به این شکل. خب قسمتش هم بسته. همچنان قسمتش به همون شکل بسته. خب قسمت بالایی را هم شما میتونید اینا را هم به شکل گروپ ترسیم جور کنین یا به شکل کامپوننت. اگر ما را تبدیل کنیم فرضاً به کامپوننت کریت به این شکل. بعض وقتا کسته همی سطح شما اگر روی یک سطح دیگه باشه به یک بارگی اونا نمیشه که شما او را کامپوننت بسازین. به خاطر که او را کامپوننت بسازین اول منو سیلکت میکنین. اول باید او را گروپ بسازین به این شکل. روی هر سطحی که باشه خودش گروپ میسازه خیلی راحت. بعد از او باز میتونید تبدیل به کامپوننت کنید به این شکل. برای ما یک کامپوننت ساخته شد. پوی را ایدیت کنیم به این شکل. هم شما میتونید اینا رو گروپ کنین و خوبی گروپی که
یا کامپوننتی که از دیگه سطح اینا جدای در قسمت معرفی مواد یا در قسمت تغییرات که بریم. اگر شما یک گروپ یا کامپوننت نسازین، باز شاید بعض جاهایی که شما اریز کنین در قسمت خود دوباره در اینجا تغییرات بیاید. با او خاطر شما اگر یا گروپ یا کامپوننت بسازین خوب است. خب در اینجا یک تقسیمات باید انجام بدین تا نمای خود شیشه ما در اینجا ترسیم شود دیوارایش. خب در اینجا فرضاً ما اگر تقسیمات کنیم به اندازه 25 سم از اینجا فاصله داشته باشه و از اینجا به اندازه 10 سم. خب به همین صورت از طرف سمت چپ ازیم تقسیمات مساوی به اندازه 25 سم و دوباره به اندازه 10 سم. خب بازم یک تقسیمات به اندازه 50 سم به این شکل و دوباره به اندازه 10 سم. و از این قسمت هم به همون شکل که دو طرف به شکل متناظر باشه به اندازه 50 سم انتر و از این قسمت هم به اندازه 10 سم. خب ما یک تقسیمات دیگه هم به اندازه 50 سم و به اندازه 10 سم تا انتر. خب این تقسیماتش هم خودش به اندازه 50 سم با قسمت باقی مانده زیرم یک تا دیوار دیگه مانده. خب بازم در این قسمت شما لازم دارین چونی قسمت باید ضخامت هم داشته باشه. میتونین عالی را ضخامت بدین یا کلی دیوار که ضخامت ارتفاع دادین ضخامت از زیرم نظر به محاسبه کنین 10 سم اضافه کنین. خب ما به همون شکل فعلا نیر ضخامت نمیدیم، فقط فعلا هم تقسیمات انجام میدیم. در وقت ارتفاع 10 سم سرش اضافه میگیریم که در این قسمت هم ضخامت ما تکمیل شود. خب یک تقسیمات دیگه هم به این صورت به اندازه 25 سم انتر و 10 سم دیگه هم به همین شکل. و این قسمتش هم به همون شکل به اندازه 25 سم و به اندازه 10 سم. خب قسمت هایی که باقیمانه اونا را لازم که باید ارتفاع داده شود به این شکل. و اینا را اگر ارتفاع بدیم اندازه دیوار ما به اندازه 300 سانتی ارتفاعش بود. خب 10 سانتی دیگه سر از یک اضافه شود به اندازه 310 میشه. دو بار کلیک کنین قسمت های باقی مانده را اجرا میکنیم به این صورت. این قسمتش هم به همون شکل هم دیوار ما به اندازه 300 خودش ترسیم شد. خب قسمت داخلی از هم به اندازه 70 سانتی دیگه اگر ما ارتفاع بدیم که سطحی که سطح پایین 60 سانتی ترسیم شود. خب به اندازه 70 سانتی و اینا رو هم دوبار کلیک کن اندازه 70 سانتی به خود بگیره. و قسمت بیرونی از زیر یک برآمدگی ایجاد کنیم که نمای ما شکل خوبتر شود. فرضاً به اندازه 10 سانتی و ایشم 10 سانتی به همین شکل و این قسمتش هم به اندازه 10 سانتی. اینا رو که دو بار کلیک کنیم چون یک بار دستور اجرا شده باز خیلی راحت دستور قبلی را اجرا میکنیم. خب قسمت باقی مانده زیرا لازم است که ما باید شیشه ترسیم کنیم. فرضاً از این سطح اگر بگیریم تا به این قسمت یک سطح بر ما ترسیم میکنه و هر قسمت از اینا باید جداگانه باشه. اینا را یک کمی انتقال بدیم به سمت پیش رو دستور موو یا اگر کاپی بگیرین یا موو بگیرین فرق نمیکنه، فقط سمت پیش رو انتقال کنه. خب به این شکل اینا را دوباره یک شیشه اگر ما را در نظر بگیریم دستور آفست فال به اندازه 10 سانتی و این قسمت هم به اندازه 10 سانتی دوباره اگر کلیک کنیم بازم دستور قبلی را اجرا میکنم به این شکل. خب دوباره دستور آفست فعال شارکتش F بود به اندازه 10 سانتی
خب قسمت چوکات از شیشه است. شما باید یک مواد برش معرفی کنین. فرضاً ما در قسمت پن پکت یا متریال میم از این قسمت سلک فرضاً ما این قسمت رنگ چوب در نظر میگیریم به این شکل. و قسمت داخلی از ایرم خود شیشه را به رنگ خود گلاس یا شیشه به این شکل. خب قسمت چوکات از ایر باید یک ضخامت داشته باشه. فرضاً به اندازه ما 5 سانت میگیریم. این قسمتش هم به اندازه 5 سانت به این شکل. خب قسمت های باخمانده زیرا اگر مواد دیگه معرفی کنیم، فرضاً بریم در قسمت متریال. قسمت از خود از این مواد ها میتونید استفاده کنین. در اینجا مواد های مختلف قرار داره. از این بخش ها میتونید استفاده کنین. فرضاً بخش خود از این کسب در اینجا خیلی مواد های مختلف وجود داره. شما میتونید از این بخش استفاده کنین یا از مواد های بیرونی. اگر خواسته باشیم از مواد بیرونی استفاده کنیم، در این قسمت کریت متریال است و یک قسمتش هم فولدر به نام براوزر یا براوز فور متریال است که بین بازم فولدر که متریال در اونجا موجود است رو پیدا کنیم به این شکل. فرضاً ما یک قسمت از مواد که از دیوار از این مواد استفاده کنیم به این شکل. این دستور فعال و به این شکل. چون اسکیل از خیلی کوچک است میتونیم از قسمت ایدیت باز تغییر بریم. فرضاً به اندازه 150 زیاد است، به اندازه 80 بگیریم. خب 80 هم زیاد است، به اندازه 70. خب به همین شکل درست است. خب قسمت بعدی زیرم کل از دیوارا را میتونیم از این مواد استفاده کنیم. به خاطر که شما کاپی از این مواد داشته باشین میتونید دستور پن پکت فعال کنین، دوباره آلت فشار بدین، باز ماوس شما به این شکل تبدیل میشه، کلیک کنین و مواد را کاپی میکنه. باز شما میتونید در قسمت های بعدی از اینا را معرفی کنین به این شکل. خب قسمت بعدیش هم به همین شکل. خب این قسمت ها را اگر ارتفاع بدیم به اندازه 310. این قسمت داخلیش هم مانده بود اندازه 310. قسمت از اینایش هم به همون اندازه. خب بازم بخش متریال شما میتونید یک قسمت از ایرم یک مواد دیگه معرفی کنید. فرضاً همین یک مواد مختلف دیگه، فرضاً از این مواد ما از این نمای خشت استفاده میکنیم به این شکل. از این قسمت اگر در بخش اسکیلش هم کدام تغییرات آوردین باز میتونین از قسمت ایدیت و از اینجا تغییرات بیارین. فعلا به همین شکل بهتر است. خب از این چون به شکل کامپوننت تبدیل شده باز میتونید یک تا کاپی بگیرین تا برای منازل دیگه اینا ترسیم شود. کاپی. خب به اندازه تعداد منازل که چقدر است، فرضاً به اندازه 2 تا منزل دیگه مانده 3x به این شکل. در بخش کاپی که است شما که میگیرین فرضاً در قسمت که 2 منزل مانده 3x کاری کردیم باز یک شکست به شمول خود از این میشه، یک دانش خود از این حساب میشه که از این کاپی گرفتن باقی مانده از این باز خودش به شکل کاپی میشه. خب قسمت سربام از اینم پوشیده. این قسمتی که باقی مانده اینا رو اگر ما به شکل اگر لاین ترسیم کنیم یا از دستور رکتینگل تا سطح ما پوشیده شده. خب در قسمت روی بام که است در اینجا از این شکل باز دیروز در قسمت بام ترسیم کردیم.
فقط باقی مانده بود، باید را به سمت پیشرو نظر و پلان انتقال میدادیم. خب به شکل ما را اگر یا کاپی بگیریم یا انتقال بدیم، باز میتونیم در اطراف از این را دوران بدیم به شکل. دستور روتیت به شکل. این قسمت اضافی که است اونا را دیلیت. خب با خاطر که روی از دوران کنه میم اول روی سطح را انتخاب کنیم. خب این قسمت اضافی از را اریز. روی سطح کلیک تا سطح انتخاب شود، دستور فالومی فعال و روی از کلیک قسمتش هم جدا آمد. اگر به صورت جداگانه اگر انتقال بدیم به این صورت، در اینجا یک قسمتی کوچکش جدا است. خب بیرم با هم که وصل کنیم. خب یا لاین ها را اگر انتخاب کنیم به این صورت، خب قسمت باقی ماندهش هم این دو تا دیوار با هم وصل کنیم جور شود به این شکل. خب قسمت لاین ها را انتخاب، قسمت های باقی ماندهش هم به همون شکل کنار انتخاب کنیم و مانده از این بخش. و دوباره دستور فالومیر فعال روی از کلیک، بازم قسمتش به نظرم جدا آمده. خیر به شکل دستی هم میتونیم میره خیلی راحت اجرا کنیم. دستور فالومیر فعال. این قسمتاش چون هر بخش کست لاینا در اینجا استفاده شده، باید شما اینا رو که زوم کنید میتونید اینا رو خیلی راحت دوباره اجرا کنید. کلیک. خب به این شکل نمای سربار ما ترسیم میشه. باز هر شکل شما خواسته باشین اینا رو میتونید خودتون جور کنید. خب قسمت های پایینی از هم سطح ما تکمیل شد و یک قسمت دیگه ازی که مانده در اینجا بخش معرفی مواد. بازی اگر یک مواد دیگه اگر معرفی کنیم به شکل فرضاً از این مواد و اوکی. اینا را هم بخش دید داخلی از اینا را کم زیادتر کنیم که نمای ما بهتر شود. خب قسمتی ایناش هم به همین شکل، قسمت داخلیش هم که مواد ما را روشن‌تر نشان میده. خب کنترل زد مواد قبلی انتخاب شده. خب دوباره دستور پن پکیج اگه بگیریم که مواد در اینجا ظاهر شود و قسمت هم زیاد بشه. شارکتش بی است. از اینجا میتونه از این بخش هم میتونه این را فعال کنید. خود زیادتر شارکت استفاده کنیم هم صورت کارش ما خودتر است. خب قسمت های اضافی را فقط مانده بخش معرفی متریال است. باز متریال هم شما میتونید از این بخش ها استفاده کنید و از فرضاً یا اگر از یک پروژه دیگه که شما کار کرده باشین در اسکچاپ بازور که باز کنین، باز فرضاً روی فیس از نو اگر شما کپی کنین یک قسمت از اونا را کپی که انجام شد یا کنترل سی، باز دوباره هم پروژه خود که رویش میخواین مواد معرفی کنین رو باز کنین، در اینجا کنترل وی که بزنین باز هم مواد شما در اینجا یا فیس شما باز میتونین این مواد کپی بگیرین به شکل. ما یک نمونه مواد در اینجا آوردیم، باز ما میخوایم از این مواد از این قسمت ها معرفی کنیم، هم میتونین شما معرفی کنین یا از قسمت در اینجا بخش سلیکشن در اینجا خیلی مواد زیاد است، از این بخش هم میتونین استفاده کنین. فرضاً از قسمت روف در بخش پشت بام میشه یا قسمت واتر زمان که شما یک حوض بسازین از این قسمت هم میتونین استفاده کنین. ولی ما فعلا از این مواد میخوایم استفاده کنیم به خاطر که مواد در اینجا معرفی کنیم. دوباره دستور پین پکیج یا معرفی متریال
شرکتش بیم باشه فعال به شکل و آلت که فشار بدیم در اینجا کلیک کنیم در این قسمت مواد برای ما کپی گرفته میشه بعد میتونیم در این قسمت های را معرفی کنیم به شکل در قسمت معرفی موادم دو تا گزینه بود یکی به شکل شیفت اگه شما فشار بدین کلا بخشایی که موادش یکسانه و کل از ما به یک بارگی مواد میگیره فرضاً ما اگر شیفت فشار بدیم به این شکل اما قسمت های موادی که به شکل یکسان است اونا کلش به یک بارگی میگیره و در قسمت چون اردویش به شکل رنگ سفید است ما در این قسمت اینا را در قسمت کالر که است شما که بین در به شکل بانوای مختلف در اینجا رنگ سفید دارین که بعضیش تیره بعضیش یک کمی شفاف است از این قسمت ها ما اینا رو معرفی کردیم که در قسمت معرفی مواد راحت تر باشه و با می خاطر باز میتونین در بخش موادم خیلی راحت از استفاده کنین فرضاً ما اگر شیفت فشار بدیم کل موادهایی که به شکل همسان است اونا را میگیره خب قسمت بالایش هم به همین شکل بریم از این مواد بعدی استفاده کنیم آلت فشار بدیم در قسمت بر ما کپی گرفته میشه و در قسمت هم که شیفت بگیریم و کلیک کنیم قسمت های باقیمانده ازی بر ما موادش معرفی میشه همچنان قسمت بالایی از یک است به همین شکل است و چون به شکل کامپوننت است هم میتونیم در این بخش هم موادش معرفی کنیم در اینجا قسمت که شیفت فشار بدیم به این شکل این مواد در کل قسمت هایی که موادش به شکل همسان است یا یکسان است معرفی میشه خب از قسمت پایینی دوباره اگه آلت فشار بدیم و از مواد بعدیش یک کپی بگیریم دوباره شیفت فشار بدیم به این صورت هم قسمت باقی ماندهش معرفی میشه به این شکل خب در کل از این قسمت ها موادهای خود گرفته خب ببینیم کدام قسمت دیگه شکل ما نخواهیم قسمت روی بام است در اینجا هم اگر دوباره اگر از این مواد در اینجا استفاده کنیم فرضاً دوباره دستور پمپکت فعال و از این بخش و این قسمت هایش هم با شکل جداگانه اینا را معرفی کنیم به خاطر که ما از شیفت در قسمت استفاده نمی کنیم چون این قسمت بیرونی از این کسته به شکل همسان است اگر ما شیفت فشار بدیم و اینجا کلیک کل از این قسمت ها را موادی که ما بخوایم در یک قسمت معرفی کنیم در کل جای از اون میگیره خب دوباره این بخش هم به همین صورت خب در قسمت پیشروی از این بازم میخوایم از این قسمت نمای از این کست از این مواد استفاده کنیم دوباره اگر ما قسمت پین پاکت فعال و دستور آلت کلید آلت فشار بدیم به شکل کلید و با مواد بر ما کپی گرفته میشه خب قسمت های باقی مانده ازی که موندم به همین شکل اجرا و از این قسمت بالایی ازی هم کس شما میتونیم به همون شکل فرضاً ما از این مواد اگر بخوایم میره معرفی کنیم از اینجا کپی بگیریم به این شکل در این قسمت هم معرفی یا در بخش سطح بالایی از یک است دوباره از این مواد فرضاً در این قسمت هایش اگر معرفی کنیم به این شکل قسمت پایینیش هم به صورت یک درمیان هم از این مواد استفاده کنیم خب در قسمت های باقی مانده ازی کست اگر دوباره این از این مواد معرفی کنیم به این شکل و قسمت خود از این باقی مانده شی یا این شکلش از مواد بعدی شی فرضاً از این قسمت مواد اگر ما شیفت فشار بدیم و چون در بعض قسمت های دیگه هم همین مواد داره از شیفت استفاده نمی کنیم خب اینا را هم به صورت جداگانه قسمت بالایش هم به همین شکل قسمت های باقی مانده زیرم
از مواد بعدی. فقط 2 تا قسمت دیگهش مانده. اگر ایره دوباره از این مواد استفاده کنیم، دوباره ایره آلت فشار بدیم، مواد بر ما کپی گرفته شد. قسمت های باقی مانده زیرم معرفی بشه. خب قسمتش هم تکمیل شد. باز یک دروازه هم در قسمت پشت بام است. در اینجا هم لازم داریم، بازورم در اینجا سر منیم برابر منیم. خب دیگر قسمت هایی که باقی مانده پلان یک بار نشان بدیم. خب قسمت دیگه هم باقی نمانده و قسمت بخش دیوار حیاتیزی در اینجا مانده. خب ایرم یک تا رکتنگل اگه بگیریم نظر به پلان تا به این سطح که یک سطح بر ما تشکیل شود. دوباره قسمت داخلی زیره یک آفست بگیریم یا هر کدامش به شکل جداگانه. اگر شما لاین ها را انتقال بدیم به سمت، دستور موو فعال به اندازه 10 سانت. خب این قسمتش هم به همون شکل به اندازه 10 سانت قسمت اضافی از اینا را میرسیم. خب در این قسمت هم نظر پلان یک دروازه لازم است که باید یک دروازه داشته باشیم. خب این قسمت بعدیش هم اینجا یک تا دروازه است. خب یک تا لاین هم به همین صورت اینجا باید به این شکل داشته باشیم به اندازه 10 سانت. خب این سطح های دیگر از یک جدا کنیم توسط لاین میتونیم خیلی راحت اونا را جدا کنیم به این شکل. خب حال فعلا دیوارا را اگر ما ارتفاع بدیم به این شکل، این قسمت از این هم یک ستون استفاده شده، اونا را جدا و قسمت باقی مانده زیرم دیوارش ارتفاع بدیم فرضاً به اندازه اگه بگیریم به اندازه 150 سانت انتر یا خب درست است به می اندازه. خب در این قسمتش باز یک تا دروازه لازم داریم. میتونیم از دروازه که جور شده از او دروازه میتونیم خیلی راحت استفاده کنیم. خب در این قسمتش باید به شکل جداگانه ارتفاع داده شود چون در اینجا تقسیمات صورت گرفته. اینا را هر کدامش جداگانه باز نظر به این افزود. خب بازم دو قسمت بالاتر 150 چون در اینجا تقسیمات شده. در اینجا 150 اگه بزنم دوباره تای قسمت تقسیمات را انجام میشه، از زیبا بالا انجام نمیشه. مجبوریم اینا را به شکل دانه به دانه جور کنیم. خب دا بیست. خب در این قسمت هم یک دروازه لازم داریم تا اگه خواسته باشیم یک دروازه بیاریم از این قسمت من بخش فایل بخش امپورت. فرضاً در اینجا ما اگر فرمات از تغییر بدیم به اسکچاپ یک تا دروازه در این قسمت داریم. و در اینجا یک تا دروازه است. اینا هم به شکل هم یا گروپ است یا به شکل کامپوننت است. خب اینا را اگه بخوایم از حالت گروپ کامپوننت خارج بسازیم کلید راست و اکسکلود. اینا هم از حالت کامپوننت بود یا گروپ بود اینا خارج میشه. خب دوباره از اینجا اگر دستور موو فعال که در قسمت ما یک تا ستون داشتیم به شکل. خب یک قسمت دیگه زیم مانده. دوباره اینا را یک گروپ جداگانه میسازیم به شکل.
خب یک تا از این ستون در قسمت هم لازم داریم. دوباره کاپی بگیریم تا به سطح و یک کاپی دیگر هم بگیریم تا سطح بعدی به شکل. خب اگر کدام قسمت از اینا اگر تغییرات آوردنی بود یا بزرگ به شما کوچک بسازیم، میتونید از دستور اسکیل استفاده کنید به شکل اونا را تغییرات بیارید. اگر لازم نبود خب همینطور به شکل حالت عادیش میمونیم. خب بازم قسمتی دروازه این بخشای بعدی از اینا را هم دیلیت. خب در اینجا هم چون دو پله دروازه استفاده شده، در یک قسمت دروازه بزرگتر یک قسمتش هم کوچکتر است. در اینجا ما از دو نوع دروازه داریم که یکیش بزرگتر و یکیش هم کوچکتر. فرضاً خواسته باشیم قسمت کوچکتر از در جای زیبانیم، اولی را به شکل گروپ، دوباره دستور مو فعال و تا اینجا اینا را سیت کنیم. و دوباره دستور روتیت فعال کنیم تا دوران کنه نظر به خودی پلان به شکل. خب قسمت بعدیش هم به همین شکل اینا را چون به شکل جداگانه است اگر گروپ بسازیم به شکل. خب دوباره دستور سیلکت، کلید راست و گروپ. از اینجا هم دوباره دستور مو فعال، خب تا این قسمت. خب دوباره ای را اگر چرخش کنیم دوباره دستور روتیت فعال که شارکتش کیو است و از این قسمت بگیریم ماوس که حرکت داریم تا به این اندازه. خب چون اسکیل از زیاد است میتونیم توسط اسکیل اینا را فعال کنیم به این شکل جور میشه. خب اینا را یک کم به سمت پشت سر حرکت بدیم به شکل. دوباره قسمت تا سمت پایینی. دوباره یک کمی موو کنیم تا یک قسمت مثلا پشت سر وای دروازه را یک کمی حرکت بدیم یا موو کنیم تا به یک قسمت. و در بخش دروازه ما تکمیل شد. در قسمت دیوارای از به خاطر که یک نمای خوبتر از دیوار حیاتی داشته باشیم در اینجا چند تا کاپی از خود از را که بگیریم خیلی نمای از را زیبا میسازه. خب در اینجا کاپی تا فرضاً این قسمت به اندازه چند تا بخوایم در اینجا داشته باشیم، فرضاً 5 فاروارد سلش به این شکل. اینا را قسمت های دیگه هم یک کمی حرکت بدیم به سمت بیرونی تا دو طرف به شکل مساویانه باشه به این شکل. خب قسمت های باقی‌مانده در این شکست اینا را میتونید شما فرضاً یک طرح دیگه داشته باشین. ما این را اگر بگیریم خود اینجا یک لاین بگیریم که هر دیوار از هم جدا شود به شکل یک لاین ترسیم تا به این سطح که هر کدام از اینا هم شکل جداگانه رو به خود بگیرم. و در این قسمت فرضاً میخوایم یک تا دیزاین دیگر داشته باشیم، فرضاً آفست میگیریم به اندازه 15 سانت به این شکل. دوباره قسمت داخلی را یک آفست دیگه بگیریم فرضاً به اندازه 10 سانت یا 15 بگیریم مساوینا باشه. خب قسمت داخلیش هم یک آفست دیگه بگیریم اینا را پشپل کنیم نما را بهتر میسازه. خب قسمت از این 10 سانت و این قسمت هم به اندازه پشپل کنیم. قبل از اینکه پشپل کنیم اینا را در کل سطح های اگر کاپی کنیم که راحت تر شود خب به این شکل. خب اینا را از زیر قسمت دیوار کاپی بگیریم تا این سطح در قسمت باقی‌مانده‌ش هم
خب به این شکل. اگر یک کامپینه می ساختم خب بهتر بود، مشکل نداره. خب بازم خب قسمت بیرونی زیرم اگر ما ارتفاع بدیم فرضاً به اندازه 5 سانت به این شکل. و قسمت داخلی زیر باز یک مواد دیگه معرفی کنیم. این قسمت ها رو به اندازه 5 سانت بگیریم. 5 سانت ایناش هم دو بار کلیک کنم 5 سانت به خود بگیرم. خب در اینجا یک مواد دیگه داره. مواد از این هم میتونیم به همون شکل از قسمت های مختلف استفاده کنیم. فرضاً از این مواد ما استفاده کنیم. دوباره دستور پین پکیج فعال و آلت که فشار بدیم به این صورت مواد بر ما کاپی گرفته میشه. خود این قسمت ها معرفی اسکیل از هم درسته، کدام تغییرات لازم نه که بریم. خب به همین شکل خب قسمت هم تکمیل شد و یک قسمت بعدی از ایرم یک تا به این شکل اگر تغییرات کوچک در اینجا بریم فرضاً به اندازه 15 سانت در اینجا و قسمت داخلی را به اندازه 10 سانت بگیریم 10 سانت و این قسمت خب 10 سانت نسبتاً زیاد است. این قسمت به اندازه 5 سانت میگیریم. قسمت باقیمانده هم پشپل به اندازه 5 سانت و قسمت داخلی را موادش معرفی کنیم به این شکل. خب این بخشای باقیمانده از ایرم میتونم از فرضاً مواد خشت که در بخش بود از استفاده کنیم. خب دوباره دستور پین پکیج فعال و این مواد کاپی بگیریم در بخشای بعدی از این قسمت داخلی. خب اینایش هم خلاص داره. در اینجا یک دیوار ترسیم میرم دیلیت. خب تقریبا نمای از هم خلاص شده. خب قسمت داخلی اگر کدام تغییرات بیاریم باز یک روز دیگه هم باز اینا رو تغییرات میاریم بعد از این خلاص میشه.